حسابی مرد اگر زن داشته باشه مقصد با زینو کنه چی گپ میشه؟ زینو کنه با مگر هم برای زنی حلالی 600 اینا نکاح زندگیش برای زندگیش برای میره و اینم یک نمی چیکار بگیم یک تبریز خوش رو که پیش یک خردمه پرتوی میخیله در این خواب پاگه بعد میخیلش زندگی هم خیلی میشه انا اون نکاح میکنه بعد یمو زینه کرده انا بعد مثلا چند بار نکاح کردن میگه طلاق حساب نمیکنه میشه چی؟ همه میاد آخی طلاق کنم شد بعد نکاح رو برای چی میکنی؟ значит اگر همین سه بار همین حالت بشه بله تمام دیگه اون نمیتونه بله سه بار اگر زینو کرد جن طلاق حساب میکنه سه بار نکاح کرد زینو کرد بله آخه همین زینا را خودشم خدا لعنت کنم زینا کره همین جامعه را هرچی خراب میکنه زینا میکنه هر بدبختی به سر همین مردم میاد پشتی زینا میاد زینا بدبختیش در چیه که کسی قطعی زینا کردی حتما به مادر و به خواهر و به زنت زینا میکنن زینا را جوابش هنمیه برای همین زینا بسیار بدبختی های زیاد داره برادران اگرچنده که امروز روز به روز در جامعه ما زینا کردن بسیار کاری آسان شده ولی از یک چیز دیگه هم حذر کن در کار که در بین همین دخترکای بیراه اکثریتش با بیمارن خدای نکرده با همون بیماری بمبری دیگر که خدا پرده کنه که وای به حال همون کسی که تر دبر هم میبرن میگرونن حرام میمرن او حرام که حرام ای اون هم قورستان دا گپای اون هم جناب همسایه که میبرن دبر یا همسایه که میبرند وای به سر نو بیچاره همین همسایه گنده را در همین دنیا رنگ نموش بیزاری اونجا دم همین خیلی همونجا هم همین همسایه در کار نیست نه در زندگیش دادر عزیز او احترام قدر داره نه بعد مردنش ولی همین لایق شیرالی خدا رحمتشون کنه مردن کو در کلیاتش میگه خدایا همنشینی عاقلان کن خدایا همردیفی عادلان کن با گورستان از آن روزه بخسبم مرا همسایه صاحب دلان کن حتی در گورستان هم اگر دنیا گذشتم همه یگان آدم های صاحب دل آدم های پاک باشه یک کاش که همسایه هم یاشم ما چی داریم؟ خوبی هست سوال دیگه همین اولادور شدنیه مادر مادر یکون کسای معقول میکنن پشت هم دخترک که معقول نیست همیشه یکون این را این خیلی داده در شریعت میگه ما در کتاب های نکاح داریم که آدمی با بالغ پدر و مادر حق مجبور کردن ندارن خواه بچه باشه خواه دختر یعنی دختر و من حق مجبور کردن ندارم که تو فلانی را میگیری یا اینکه بچه من همچنان همین در شریعت نیست داره است فقط در ما مردم همین چیز از بر وقت آمده است که همین پدر و مادر کسی را که دادد تو دیگه مقصد سرکشی نکن لیکن همین از روی شریعت خطا است از روی شریعت خطا است باید که دختر و بچه برای چی در شریعت میگه یکدیگر را ببینن انما یکدیگر را دیدن به معنای همینه که یکدیگر را معقول کنن اینا که خطی پدر و مادر مثال چی کردن در کار که پدر و مادر رو فهموندن عقل باشه اگر فرزند هم میپرسه بچه هم مثال فلانی رو میتیمه درازی هستی یا نیست با عقلش هم میخیله حاضر برای که یعنی اندک زندگی ده بچه حاضر میگه خیلی خطان کردینو میگه چکا کنم برای از این ملامت دور شدن باید فرزند اختیار مونه باید فرزندم باید در اختیار زنم
باید خطا نکنه. ببینش که یک سر فیزیکاش زورای همین کسمتیک قدار زده همین فیگورای زور داره انا میرم بگیرم ایش هم نمیشود. ایش هم نمیشود. باید یک زنی را بگیری با کی مقصد او زن ای دامنی او زن بسیار وابستگی کلان دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فر بذات دین تربت یدا. گفت زنها را به خاطر چی میگیرن؟ به خاطر جمالشون. میبینم به حد سر سکه خشو داره میگم من میرم میگیرم. یا تا دیگهش میگم میبینه که پدر برادراش زورن پول دارن منصب دارن میگه ایرا گرفتن در کار مثال این پشتی همین مثال برادرش پدرش خورده میگردی. سیمش گفت زنه که به خاطر مالش میگیرن. بعضی زنها هست که مال دارن. خب میگه مال دارم به خاطر مال داری. چهارمش گفت به خاطر دینداریش میگیره. بسیار دختره که با سطر با حجاب دختری مثال کوچگرد نیست دختری نمازخوانه خب بسیار دختری مقصد خدا ترسه. انا میگه اینا پیامبر چیو فعلیکم بذات دین دیندار جدا که دستت بالا میشود خوشبخت میشه. برای همین دادار عزیز در مسئله زنم باید انتخاب دام خطا نکنین. انتخاب دام خطا نکنین زیرا که این زن بسیار نقش مهم میبازه. خداوند در قرآن میگه نساؤکم حرث لکم. زن ضمیر زمینه. یعنی زمین ببین هر خیل زمین داریم. ولی ببین ما همین رسیو چند بار رفتیم زمینای رسی را به حد صفت میکنن میگه به حد زمینای خوب داره. در او علف میبینی خب در اون نشع و نما میبینی زراعت زمینه که زمینی خوبه. همین زنک میگه زمیر زمینه. یعنی اگر زنک خوب باشد زمینی خوبه حاصل خوب میته. اگر زنی خوب نباشد او مثل زمینی مثال همون چیه او میگه شخصی میگه زمینی شوره سنبول بر نیاره در او تخم و عمل ضایع مگردان. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوربون خس. زمینی خوب ده لاله میبراید زمینی ناخوب ده هر چند مهنت هم فکری خس میبراید. تمام. بابای وجی اگر همین جگون نفهمی شوا کی گناه گر میشه مقصد اگر زنی وقتی که زن قد نفهمی شید اگر نزدیده نگرفته باشی گناه گر کی میشه به خاطر حرمت مادر مثال گرفته. البته آخه هم کلمه برای چی گفته استم آخه برای چی گفته استم لیکن وقتی که اگه کار تا جای آمده و نکاح کده گرفتیش شریعت اجازت میده. در شریعت 30 سال اعتبار نیست. 30 سال اعتبار نیست. این کار دو دارو که وقتی که مثال زن در مردم ما در عرف ما این چیز قابل قبول نیست که زن ای مرد کلام باشه. همه وقت زن ای مرد باید خورد باشه. همین خیلی در چیزی ما همین داخل چیلگی ده زنی کلان گرفتن رنگی که گویا که در همین بچه یا در همین اویله یکان کم بوده این خیلی قبول دارنده. اگر بگیری چی؟ خیلی بگیری ما گفتستم شریعت اجازت میته. شریعت اجازت میته. اگر نمیداد پیامبر از خودش کلان نمیگیرید. لیکن همه با مصلحت باشه. مصلحت کلانترا بسیار مهمه. بسیار نقشی مهم میبوده. کلانترا مثال روزی نیستن کم ترکنه که میگیری هم دختره که میبینن هم کلان هم باشه که میبینن با عقل قربونی خونه ده حرمت خسر خشتومن بعد روزی میشم هم دلیل نشیده با ایشی میشم ایش بیزیب اول یک روزی نیستن 50 نه 50 بعد کی میگیری روزی چوب هم خیلی بیننده ختم بینید یک کاری کنید که خفگی نشود. همین خفگی نشود. دو اینه که پدر و مادر بسیار لازم ایده زندگی دارد. همین فرزند پدر و مادر راضی کنه میتونه پدر و مادر را تاکی دیلش بدراید
یک زورا تولوش کنه همه هم انشاءالله برای خاطر فرزند همه کار در ایزاگی میتن. لیکن عقل پدر و مادر هم دایم مقصد جوی است. پدر و مادر وظیفه‌اش فقط تربیه فرزند است، نام خوب گذاشتن است، فرزند خط نکردن است بچه باشد و به خدا شناس کردن است. زن دادن فرزند وظیفه پدر و مادر نیست. یعنی در گردن پدر و مادر این نیست که باید فرزند او زن بده. زن فرزند باید خودش کار کنه بگیره از موافق شریعت. ولی پدر یا مادری که برای فرزند زن دادن مبلغ جدا میکنه، حرکت میکنه، خیلی جوانمردی یک کاری خیر ای طرف پدر و مادره. لیکن این خیلی بگی وظیفه شای باید من از زن بده، او وظیفه او نیست. بابا یک سوال دمی مرد اگر زن داشته باشه مقصد با زینو کنه چی گپ میشه؟ زینو کنه بابا